بخشیده به روز بین المللی آثارخانه ها در آثارخانه تاریخی ولایت سوخت مؤسسه دولتی مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند اقدام بین المللی شب در آثارخانه ها با شکوه خاص برگزار گردید. این برنامه فرهنگی و معرفتی سال تا سال با خصوصیت های خاص و محتوای غنی فرق می کند. تجلیل چنین اقدام بازگوی تاریخ و فرهنگ و عنعنه های قدیمی خلق تاجیک می باشد. ذکر شد که 18 می همچون روز بین المللی آثارخانه ها از سال 1987 این جانب در بیش از 150 کشور جهان تجلیل می گردد. سال روان در آثارخانه تاریخی ولایت سوخت این روز با اشتراک 12802 نفر شهروندان با شکوه خاصه تجلیل یافت. هزاران نفر مهمانان، ساکنان محلی و هواداران تاریخ در صحن آثارخانه و باغ فرهنگی و فراغتی به نام کمال خوجندی گردی هم آمده از برنامه رنگین بهره‌ور گردیدند. نورسان و کودکان در فضای شادی و سرور زیر نوای موسیقی با رقص و بازی‌های فرهنگی ملی اشتراک نمودند. در داخل آثارخانه نگاره‌های تاریخی، گوشه خانه تاجیکی با عنعنه‌های ملی، نمایش اسباب و اشیای قدیمه به معرض تماشا گذاشته شدند. در آمدگاه باغ با صدای کرنه و سرنای و نمایش رترو اتومبیل‌ها از قبیل پبیده، مسکویچ 406، گاز 21، ژیگولی 21011، ژیگولی 2106 و موتورسیکل‌ها هوای ایدانه را فراهم آورد. قهرمانان افسانه‌ای نیز محیط شاد و خاطرمان را برای کودکان تشکیل کردند. در آثارخانه ها از بسیار چیزهای تاریخی با خبر شدیم. ما فخر میکنیم که چنین دولت آزاد و آسایشته و آباد داریم. بنا به اطلاع مسئولین، چاره‌بینی در دایره نقشه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت با اشتراک فعالان دانشجویان و جوانان دایر گردیده برای جلب نسل نورس به آموزش تاریخ و فرهنگ نقش مؤثر گذاشت. یکی از ساکنان شهر خوجند اظهار داشت که هر سال با اهل عائله در این شب خاطرمان شرکت می‌ورزد و از تماشای آثارخانه به طور رایگان خوشحال است. تأکید گردید که شب در آثارخانه ها اقدام بین المللی بوده برای جلب مردم به خصوص نورسان و جوانان به آثارخانه و بلند برداشتن معرفت تاریخی نگرانیده شده است. هدف معرفی آثارخانه همچون گنجینه تاریخی و مکان استراحتی معرفتی است. اشتراکچیان نمایش رترو اتومبیل ها برای سهم فعالانه‌شان با افتخارنامه های مخصوص از جانب رهبریت مؤسسه قدردانی گردیدند.